خوش اومدید به یه پنجشنبه دیگه با ما. امروز اومدیم با یه ویدیو چالنجی پوکر فیس. یعنی چی؟ هر کدوم از ما یه لیوان جلومون میاد در 3 مرحله. 2 تا از لیوانا چیزای خوشمزه می‌کنه. مثل چی؟ مثل آب. وای خدای من با این حیات چقدر خوشمزه است. خب بدون از لیوانا بله چیزای بدبخت. مثل چی؟ مثل فلفل. بعد خوردن اون لیوان تو میتونی یا ریاکشن نشون بدی یا بهش ریاکشن نشون بدی، مثلا بگی به دروغ. خب کلا بعد دیگه آفرین. بعد همه چی کلا برداری شده. 2 نفر با هم دیگه حرف میزنیم، تشخیص میدیم که کی دروغ میگه کی راست میگه. اونی که لیوان بد رو خورده کی بوده. اگه درست حدس بزنی یه امتیاز، اگه اشتباه حدس بزنیم اونی که لیوان رو خورده و نتونستن حدس بزنن 2 امتیاز. 2 امتیاز. و در آخر یه جایزه داریم. جایزه ویدیو آخر ویدیو بهتون میگم. آره آخر ویدیو منتظر باشید. همه دارن. خب ممنونیم از آقا احسان که همونطور دیدید لیوانا رو در اختیار ما گذاشت با درایت خودش. خب من یه نگاه کوچیک انداختم، میخوام بخورم. شما هم نگاه انداختی؟ میخوری یا رد میکنی آقا پارسا؟ میخوری؟ شما چی؟ میخورم. منم میخورم. من میخورم. بریم. آخر باید بخوریم؟ نه لزوما. من خوشمزه بود خودم. فهمیدم چی. خب وقت حد اول بریم رو آقا نیما یا رو من یا رو تو؟ بریم کدوم؟ من میگم تو لیمو خوردی. لیموناد نه لیمو. من چی خوردم؟ تو لیموناد. تو لیمو خوردی. من لیموناد. تو لیمو خوردی. به نظرم این آب خورد. آقا هر کی نظر خودش رو الان اعلام کنه کی بده رو خورد. 3 2 1 موین. من میگم موین. موین بده رو خورده. بده چی خورد؟ چی خورد؟ مهم نیست چی خوردی، بده رو خوردی، ولی من میگم لیمو رو خوردی. نه من میگم موین بده رو نخورده، آب خورده. تو هم لیموناد. نه نیما لیمو خورد. الان خودتو بده کردی، اون آب خورده من لیموناد خوردم، پس تو بده رو خوردی. نه الان من خودم شاید آره دیگه تموم شد. خودتو لو دادی بنده خدا. من نظرم اول چجوری میشه هم تو آب معدنی خوردی باشی هم من؟ آفرین. خب هیچی معلوم نیست. الان ببین من الان نظر نهاییتونو بگید. من میگم موین بوده. خب تو بگو کی؟ خطری شدی. خوشگله خطری شدی. خطرناکه. بگو برای من. تو بگو آقا کی بده رو خورد؟ من خوردم. پارسا خورده. خب من چی خوردم؟ تو چی؟ منم خودم. به خودت رای میدی؟ نداریم از این حرکت باید نداریم. اوکی. به لوسی رای میدی؟ خب الان رای گیری نهایی دیگه جدا شد. من به پارسا رای میدم. پارسا لیمو رو خورد. تو چی موین؟ پارسا هم خود لیمو رو خوردی. من به پارسا میدم لیمو رو خورد. بگو. تو لیمو رو خوردی. من لیمو رو خوردم. به من رای میدی؟ منم به من رای میدی؟ لیمو رو خوردم. آفرین. خب متاسفانه اشتباه رای دادی. من لیموناد رو خوردم. بله. من چی خوردم؟ تو چی خوردی؟ من چی خوردم؟ لیمو رو خوردی؟ از چی؟ فلفل رو خوردی؟ آب خوردی؟ من لیمو خوردم. الان آقا موین درنگی. بله. من 1 امتیاز، شماها 0. سعی کنید در مراحل بعد جایزه. فکر نکنم بتونه ببره. جایزه خیلی خوبه. اوکی. خب بریم واسه مرحله بعد. بریم.
خب چشاتون رو باز کن. احسان ما فامیل بودیم احسان. وای وای ببینید میخوام واه. ریاکشن دروغ نشون بدم. بریم. سوختی؟ سوختی؟ شدم. خب بریم. خب میرسیم به بحث خوب مذاکره. مذاکره بله. آقای معین یا با هم دست در دست هم وطن خویش را کنیم آباد. به قول بله. ایمان دستپاک میگه. چیکار کنید دقیقا دست تو دست هم میخواید چیکار کنید؟ بیا آقا پاسم من تو دست. چرا دست باید بدیم؟ چرا باید دست ما بدیم؟ با هم قرارداد میبندیم که تو بودی. من بودم. آره. نه من با کسی قرارداد نمیبندم. من میگم تو بودی. 100%. من میگم اون. اشتباه می‌کنی. 100% میگم. من بودم نمیخوردم. میگه اگه یادتون باشه فلفله. من معدم حساس. به من هیچ ربطی نداره. فلفل خوردی؟ خدا داری زیر میزنی. اینجا قرمزه. چی؟ اینجا قرمزه. نه اون مادر بود. بیا با هم دست بدیم آقا ما. آبه الکل بابا الان رای گیری نهایی. رای گیری نهایی. آره. من رایم رو معینه. چون که فلفل اگه شاهد بودی قبل چیزم یه بار ترکیبشو خورد قبل اینکه بره پیش آقا احسان. اینم هست. باشه باش. من بودم که نمیخوردم چون یه امتیاز جلو بوده. بازم میگم توی. ولی کلا سرم میذاری. آقا هر جور دوست داری. به خدا حاضر. رای آخرمو میدم. رای آخرم به آقا معین. آقا نیما. تندو خورده. آقا نیما. آقا رای نیما. آقا معین آقا مینی. نیما. آقا نیما. شما هم رایت منم. مطمئنی مطمئنی. خودتی عزیزکم. مطمئنی. آره. آقا نشون بدیم. نشون بدیم. 1 2 2 3 فلفل. یک. الان مساوی شدیم. البته دوستان عزیز من نخوردم. نخوردی من خب. وانمود کردم. نه وانمود. اشکال نداره الان مهم نیست. این با لیموی ترکیب شده یه مزه خوبی داره بخور. بخور. بی خوره هست. دار آب لیمو چکوندی تو لیمونا. خب بریم مرحله 3 آقا نیما. بریم مرحله 3. الان شما دو تا بعد یکی خوب. یک مرحله آخر وای و دوئل آخر. مرحله آخر مهم. اگه مساوی شدید چی؟ اگه مساوی شد اگه دفعه مساوی همه. شدید یه راند آخر 2-2. یک در مقابل یک. نکنه. حالا ببینیم چی میشه. اوکی، بریم راند بریم. آخر. تمومه. چشاتون واسه. نمیخوام بدونم چی میشه. احسان ما فامیل بودیم احسان. با من نداری این این جمله کارو. واقعا تکراری شده بس. خب من عزیز 2 تا بد داریم یه دونه خوردی این خوردش. دارم برات. حدسمو دارم. خب بازم داره ریا میکنه. خوبه که پیش توه. این از این. خوبه پیش من نیست. خوبه پیش من نیست. میخوام تو رو بسوزونم اینجا. ها؟ منم ندارم. خودش. خب رایت کی آقا پارسا؟ دارم میسوزم. رایت کیه؟ موین زود باش رای تو بده.
کنم. رای بدم. زود باش رای تو بده زود باش. رایت کیه؟ رایت موین رایت کیه؟ برای خوب یا بد؟ رای بد. بعد گفتم بد. آره رایامون کلا برای بده. من بده رو خوردم. منم رایم پارسا. الان نشون بدید. من که تا تهش رو خوردم، لیمو بود مال من. وای پشمام. وای بدتره این بود بود. وای من و پارسا مساوی. الان مساوی؟ من و پارسا مساوی. آره من بابا همون نگاه یکم. کن یا جایزه الان- 50 نه بابا الان راد ببین اضافی من با نمیخوام کسی بابا دیگه مذاکره نمی‌کنم. حساب اون جایزه رو من 6 ماه معطلم بیاد اینجا. بابا دوستان درک عزیز همونطور که می‌بینید دمو ترک میکنم واسه دوئل وایسا این خب دوتا. تو باید تو دوئل باشی، ما میخوریم تو حدس بزن. دوستان عزیز شاهد دوئل این دو نفر هستیم. نمیخوام میکروفون رو زیاد نزدیک. چشا رو ببندید. چشا رو ببند. 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 موقعی که من چرا ببندم؟ من داورم این وسط. خب تو قراره آره قراره حرفی نداری. نه حرفی نداری. پارسا بازنده. میریم واسه انجام مرحله. شد شهروندا بیدار. دو تا لیوان داریم. البته لیوانا دوبلکس هست. خب دوبل لیوان. بخورید آقا. بیا شامی. قد اوور ریاکتن اصلا نفهمیدم چی شد. این از این بر خیلی اوور ریاکت بودن اصلا نفهمیدم چی شد. چی کنم کار کنم دیگه چرا من الان باید رای بدم نه من باید رای بدم. درسته دیگه خود رایت معلومه دیگه رایم معلومه. رایم کی اگه معلومه؟ آقا پارسا. نه خب رای من معلومه بگو دیگه. نه نمیدونم. الان خوبه رو باید دست بزن یا بده رو؟ بده رو. بده رو. بده رو. وایس الان مثلا تو حدس بزنی اونی که حد زدم اگه درست گفته باشم میگم. بده رو خودمونی. یادته اومدم با دست بدم اینطوری کردی؟ یادته؟ من آدم کینه‌دوزی ام آقای من. نمیدوزم. و کینه رو تبدیل به خوبی میکنی. ببین اینجا دیگه از این حرکت ها جواب نمیده آقا. رأی بعد من اگه درست گفته باشم تو بعدی ایشون میبره. اگه اشتباه گفته باشم شما میبره. بعد رو تو خوردی. رو تو خوردی. ریدی آقا نیما. بستنی. من برنده شدم. حالا اشتباه زدم یکم بستنی. خب میرسیم به جایزه. آقا پارسا متاسفم با مهم نیست. آره بستنی آب شده. تبریک میگم. وای بستنی سه‌بعدی. جایزمون بستنی سه‌بعدی دبی بود. دبی از دبی آوردم بچه. نکنه اصلا همونجا آب شد. بخور. همونجا بخور. یه خوبه بیشترم. نمیخوام برنده نشدم. نمیخوام. خیلی خوبه بیشترم. با خود آناناسه. هم بس اسکل. ببخشید انبه. اگه دوست دارید خودمون آناناسش رو تولید کنیم عدد 456 رو کامل. بدیم بهش. نه
میخوای